کسی تو رابطه نیستن. یعنی بخوام راستشو بگم کنم با هیچ کی تا حالا تو رابطه نرفتم. یعنی هیچ سکسوالکی. یعنی به جز رابطه جنسی حتی خود ارضایی هم نمی‌کنی؟ چرا؟ خب ولی اونم خیلی کم، ولی نه خیلی بخوام بهش معتادی داشته باشم. یعنی زیاد این کارو نمی‌کنی که بخواد بهت آسیب بزنه، درسته؟ بله. برای رفع نیاز جنسی چه کاری می‌کنی؟ سعی میکنم جلوی خودم بگیرم، با پسری دوست داشتم اینا. یعنی سعی می‌کنی جلوی خودتو برای رابطه بگیری و خود ارضایی می‌کنی. آره. بعد خود ارضاییت زیاده یا کمه؟ هفته‌ای چند باره؟ نه کلا خیلی کم انجام میدم. مثلا چقدر؟ 2 هفته یه بار. چرا به نظرت اکثر دوستی‌ها فقط رابطه جنسی میخوان؟ این موضوع از چی نشأت میگیره؟ چون بیشتر پسرها در قبال این کار هستن و دخترها کم و بیش ناراضی‌اند.